كيف رفعت. معصومه کرباسی زاده دیار حافظ السعدی بود و سال 1382 با همکلاسی لبنانی خود رضا اوازه ازدواج کرد. شب میلاد امام علی علیه السلام در هم شادی به خاطر شب میلاد شریک هستیم، در شادی کل مسلمانان جهان. همین که به هر حال با شروع کردن زندگیمون در همچین شبی یک تقدسی میدیم به زندگیمون. خیلی افتخار داریم که تو غم و شادی شریک اهل بیت باشیم. خانواده قرآنی داشت. خودش قاری قرآن بود و خواهرش هم حافظ کل قرآن است. من و خواهرم معصومه خانم به همراه پدر و حتی مادرم، چون که اون بقیه بچه‌ها البته کوچکتر بودن، بعد از نماز صبح، بعد از اینکه در واقع سحری رو می‌خوردیم و نماز صبح رو می‌خوندیم، دور هم می‌نشستیم و روزی یک جزء رو تلاوت می‌کردیم. مادر 5 فرزند بود و میراث قرآنی بودن را به فرزندانش هم منتقل کرد. مادرم همیشه نصیحت من می‌کرد، یعنی من رو نصیحت می‌کرد که همیشه اگر میخوای کاری انجام بدی اول جانب قرآنی تو قوی کن، بعدش انجام بده. همراهی عاشقانه معصومه کرباسی و همسرش رضا اوازه تا آخرین نفس ادامه داشت و در 28 مهر امسال در دفاع از محور مقاومت به شهادت رسیدند. 2 زن شوهر عاشق هم بودن، خیلی به همدیگه وابسته بودن، خیلی خوب بودن به همدیگه. جامعه قرآنی هم در 21مین دیدار هفتگی خود با شهدای قرآنی و همزمان با 40مین روز شهادت زوج ایرانی لبنانی به دیدار این خانواده که در حضور خواهر شهیده معصومه کرباسی و یکی از فرزندان این دو شهید برگزار شد رفتند. صبت علی مصائب. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.